این روزا خیلیا که سر و کارشون با اداره مالیات میفته میشنون که مالیاتت بر اساس جدول ضرایب اینتاکد تعیین شده. اصلا اینتاکد چیه و مبنای محاسبش بر چه اساسیه؟ سلام، من مهرداد نجف‌دری ام و امروز میخوام راجع به اینتاکد باهاتون صحبت بکنم. یکی از مواردی که در دستورالعمل ماده 522 و دستورالعمل ماده 29 و 41 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات ها پیش بینی شده نرخ سوده که در اصطلاح مالیاتی به اون ضرایب مالیاتی یا اینتاکد میگن. در محاسبات مالیاتی دو دسته ضریب اینتاکد ما داریم: ضریب اینتاکد یا نرخ سود ناویژه و دو ضریب اینتاکد یا نرخ سود فعالیت. نرخ سود ناویژه نرخ سودیه که اسناد و مدارک خرید و یا بهای تمام شده به حوزه مالیاتی ارائه نشده و یا هم اگر ارائه شده قابلیت استناد و اتکا نداشته. در نتیجه ممیز مالیاتی اقدام به تعیین سود ناویژه میکنه. در این موارد هزینه‌های اداری و عمومی و هزینه‌های توزیع و فروش، هزینه‌های مالی همه سر جاشه و اسناد و مدارک اون به صورت مجزا بررسی میشه و اگه قابل استناد و اتکا بود مورد پذیرش قرار میگیره. اما ضریب اینتاکد یا نرخ سود فعالیت زمانی مورد استفاده گروه مالیاتی قرار میگیره که اسناد و مدارک مربوط به فروش به گروه مالیاتی ارائه نگردیده و هیچ چیزی بابت فروش گروه مالیاتی نداره تو محاسبه مالیاتش و یا اسناد و مدارکی که ارائه شده قابلیت استناد و اتکا نداره. تو چنین مواردی اداره مالیات هیچ یک از مدارک و مستنداتی که بهش ارائه شده رو مبنا قرار نمیده و مستقیما میره سراغ سود فعالیت و سود قبل از کسر مالیات رو در نظر میگیره. تفاوت این دو نوع ضریب هم تو مدارک و مستنداتیه که به اداره مالیات ارائه می شود یا نمی شود که تا چه حد قابل استناد و اتکا باشه یا نباشه. فقط تفاوتش تو ارائه مدارک و مستندات که یکی به ما سود ناویژه قبل از کسر هزینه‌های اداری و عمومی، هزینه‌های مالی و توزیع و فروش رو به ما میده و دومی مستقیما میره سراغ سود قبل از کسر مالیات. حالا با توجه به توضیحاتی که دادیم، اینتاکد یک کد استاندارد مالیاتیه که برای تعیین فعالیت اقتصادی مؤدیان توسط سازمان امور مالیاتی تعیین و اختصاص داده میشه. اینتاکد مالیاتی چه کاربردهایی داره؟ 1. تعیین فعالیت اقتصادی یا همون شناسایی دقیق نوع فعالیت اقتصادی برای محاسبه سود و 2. به سازمان امور مالیاتی کمک میکنه تا محاسبات دقیق‌تری بر اساس نوع فعالیت در محاسبه مالیات دریافتی از مؤدیان داشته باشه. حالا میرسیم به این که چجوری اینتاکد مالیاتیمون رو دریافت بکنیم. اول از همه وارد سامانه سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس tax.gov.ir میشیم و ثبت نام در نظام مالیاتی کشور رو انجام میدیم. اگه میخوای بدونی که چجوری باید ثبت نام در نظام مالیاتی کشور رو انجام بدی و چه فایده‌ای داره این ثبت نام برای کسب و کار و فعالیتت، حتما این ویدیو رو ببین. و دوم انتخاب نوع فعالیتته که از لیست فعالیت‌هایی که خود سازمان ارائه داده فعالیتت رو انتخاب می‌کنی. اگر فعالیت اقتصادیت و یا فعالیت کسب و کارت تو اون لیست ارائه شده سازمان نبود، گزینه سایر رو انتخاب می‌کنی و برای اون توضیح میدی. و در آخر هم تایید اطلاعات ثبت نامته که بعد از تایید نهایی کد اختصاصی اینتاکد به شما تعلق میگیره و اونو دریافت میکنی. ضمناً اگه نیاز داشتی که اینتاکدت رو تغییر بدی و یا اصلاح بکنی، از گزینه ویرایش اطلاعات استفاده میکنی و اون اطلاعات فعالیتت، نوع فعالیتت و یا اینتاکدی که بهت اختصاص داده بود رو ویرایش میکنی، البته در هماهنگی با سازمان امور مالیاتی و حوزه مربوطت. اگه این ویدیو برات جذاب بود، اونو برای همکارات بفرست و این کانال رو سابسکرایب کن. اینجا هوشمندانه مالیات دادن رو بهت آموزش میدم.